و بسیار خوب. به نام خدا 19 نفر توی میت داریم. یه مقدمه ای من از خودم بگم تا انشالله یه مقدار تعداد هم بیشتر بشه و شروع کنیم. من امید امیری هستم، مؤسس و بنیانگذار باشگاه مشتریان وین کوین. تحصیلاتم در زمینه EMBA بوده تو دانشگاه IMT امارات و تقریبا 10 ساله که تو حوزه تحلیل رفتار مشتری و تحلیل کسب و کار بر اساس داده در واقع فعالیت میکنم. صدا اوکیه؟ قطعی اینترنت، قطعی صدا، هیچی نداریم؟ یه مثبت برای من میذارین لطفا؟ بسیار عالی. خب امروز میخوایم یه گپی راجع به ابزارهای کاربردی باشگاه مشتریان با هم بزنیم و فرایند در واقع راه اندازی باشگاه مشتریان رو با هم مرور بکنیم. این که اگر بخوایم یه باشگاه مشتریان موفق داشته باشیم چه مراحلی رو باید طی بکنیم و چه قدم‌هایی رو باید بریم جلو تا بتونیم یه باشگاه مشتریان رو به صورت کامل راه اندازی بکنیم. اولین در واقع مرحله‌ای که تو راه اندازی باشگاه مشتریان یا یه برنامه وفاداری نیاز هست بحث تحلیل داده است. هر داده‌ای که موجوده، اگر من اطلاعات سیستم حسابداریمو دارم، اطلاعات فروشمو دارم، اطلاعات CRMمو دارم، از این داده میتونم استفاده کنم برای تحلیل داده و راه اندازی باشگاه مشتریان یا برنامه وفاداری. قطعا کسب و کاری که سالها داره کار میکنه استراتژی باشگاه مشتریانش با کسب و کاری که تازه شروع به کار کرده فرق میکنه. پس من اگر داده ای دارم میتونم این داده رو توی سیستم وفاداریم ایمپورت کنم و بر اساس گزارشاتی که در واقع این سیستم به من میده مراحل بعدی رو طی بکنم. مرحله بعدی تعیین هدف هست. یعنی من اول باید بتونم دادم رو تحلیل بکنم و بر اساس تحلیل داده هدف گذاری بکنم که من تو کسب و کارم میخوام چی کار بکنم. برای اینکه مبحث یه مقدار بیشتر جا بیفته من دو تا در واقع مثال براتون میزنم. من الان دیتای دو تا کسب و کار رو دارم. کسب و کار جفت کسب و کارها هم حوزه فعالیتشون آرایشی بهداشتی است. کسب و کار اول 29000 نفر رو عضو کرده، 59000 تا تراکنش زده، ولی اون قسمتی که ما باهاش کار داریم اینجاست. اطلاعات مربوط به 3 سال گذشته رو توی سیستم ایمپورت کرده و ما داریم گزارش تحلیلی این ایمپورت داده رو میبینیم. اتفاقا این کسب و کاری بوده که زمانی که ما قبل از قرارداد باش گپ میزدیم ازش سوال کردم که شما چقدر مشتری ثابت دارین؟ خب ما نزدیک 90% مشتریامون ثابتن، 80 تا 90% مشتری ثابت داریم، ما اصلا مشتری گذری نداریم. گفتم خب اطلاعات مربوط به خرید هر مشتری رو دارید؟ گفت آره اتفاقا ما توی سیستم حسابداریمون به تفکیک هر مشتری خریدش رو ثبت میکنیم و این اطلاعات مربوط به 3 سال گذشته رو داریم. ما اطلاعات رو تو سیستم ایمپورت کردیم و نتیجه تحلیل این اطلاعات شد این: نزدیک به 73% از مشتری ها یک بار مراجعه کرده بودن و دیگه مراجعه نکرده بودن و درصد وفاداری کسب و کار شد 4%. این چیزیه که حالا من اصطلاحاً بهش میگم توهم مشتری ثابت. یعنی کسب و کار مشتری هایی که مدام بهش مراجعه میکنن رو میبینه، فکر میکنه تعداد مشتریاش ثابتن و اینو تعمیم میده به همه مشتری‌ها و چون اون مشتریایی که یه مدت زیادی نیومدن رو نمیبینه طبیعتا نمیدونه چقدر مشتری لاست یا از دست رفته داره. 73% از مشتریاش یه بار اومده بودن ظرف 3 سال گذشته و دیگه نیومده بودن و تعداد مشتریایی که به خرید بیش از 5 بار رسیدن فقط 4% کل مشتریا بودن. دقیقاً همین کسب و کار تو همین صنف لوازم آرایش و بهداشتی برند دیگه ای رو ما اینجا داریم که اتفاقاً این هم دیتاش مربوط به 3 سال گذشته است. دوستان من تمام تلاشم توی این وبینار این هست که در واقع یک گپ و گفتی از جنس تجربه با هم داشته باشیم، وگرنه اصول مشتری مداری و وفادارسازی مشتری و راه اندازی سیستم های لویالتی رو خیلی زیاد توی یوتیوب شما میتونید ببینید. کتاب های زیادی تو حوزه برندینگ و مارکتینگ نوشته شده و تو حوزه وفاداری مشتری. بیشتر دوست دارم توی این در واقع وبینار از جنس تجربه با هم گپ بزنیم. بنابراین تمام
در واقع کیس هایی که داریم با هم مرور میکنیم همه کیس های واقعیه. این بیزینس هم اطلاعاتش مربوط به تقریبا 2.5 سال 3 سال گذشته است. درصد مشتریایی که یک بار اومدن 35%، ولی نکته جالبش اینجاست که نزدیک به 30% مشتری ها بیشتر از 5 بار مراجعه کردن. و حالا اون دوستانی که تو حوزه فروش یا تو حوزه مارکتینگ فعالیت دارن احتمال خیلی زیاد با اصل پارتو آشنایی دارن. اصل پارتو تو کسب و کار میگه 80% سود شما از 20% از مشتریاتون به دست میاد و این کسب و کار دقیقاً اصل پارتو رو ثابت کرده. اگه دقت کنید 79.5% از کل فروشش مربوط به همین 30% مشتری هاست. من خیلی وقتا با این کسب و کارهای این چنینی وقتی گپ میزنم به شوخی بهشون میگم که همین فردا اگر 70% مشتریای شما فوت کنن فروشتون فقط 20% کاهش پیدا میکنه، چون 80% فروش شما مربوط به 30% از مشتریاتونه. پس زمانی که ما داریم دیتا رو تحلیل میکنیم باید به این اطلاعات توجه بکنیم و زمانی که من میخوام هدف گذاری کنم تو سیستم لویالتی یا برنامه وفاداریم باید بدونم که در رابطه با چه کسب و کاری، با چه اطلاعاتی، با چه پیشینه‌ای دارم این هدف گذاری رو انجام میدم. استپ بعد میرسیم به راهکار. خب من داده ها رو تحلیل کردم، هدفم رو مشخص کردم. فرض کنید که حالا جلوتر راجع به اهداف باشگاه مشتریان با هم صحبت میکنیم، ولی الان فرض کنید که هدف من جذب مشتری جدیده. باید راهکارم رو مشخص کنم. با چه راهکاری من میخوام مشتری جدید جذب کنم؟ آیا میخوام برم سراغ فضای سوشال؟ آیا میخوام از مشتریای فعلیم استفاده کنم به من مشتری معرفی کنن؟ آیا میخوام برم سراغ سیستم‌های ریفرال و پورسانت بدم؟ آیا میخوام برم سراغ شرکای تجاری؟ من با چه راهکاری میخوام تو کسب و کار خودم مشتری جدید جذب بکنم؟ بر اساس راهکار من باید ابزار مناسب رو انتخاب بکنم که به صورت خاص تمرکز ما توی این وبینار و امروز روی ابزارها هست. ما تو وبینارهای دیگه در رابطه با راهکارهای مختلف راه اندازی سیستم‌های وفاداری، راجع به اهداف و استراتژی‌های سیستم‌های وفاداری و راجع به مکانیزم‌های تحلیل داده مفصل صحبت می‌کنیم، ولی امروز به صورت اختصاصی تمرکزمون روی ابزارهای وفاداری و ابزارهای باشگاه مشتریان هست. پس من بر اساس راهکار باید ابزارم رو مشخص کنم و بعد از اینکه ابزارم رو مشخص کردم باید ببینم که چه پیشنهادی میخوام به مشتریان بدم. توی سیستم‌های وفاداری شما بر اساس هدفی که میخواین بهش برسید و بر اساس مشتری‌هایی که انتخاب کردید باید یه پیشنهاد طراحی کنید و بر اساس این پیشنهاد یه پاداش به مشتری بدید تا مشتری اون کاری که شما دوست دارید رو انجام بده. پس مرحله بعد بر اساس ابزاری که انتخاب کردم باید پاداشم رو مشخص کنم، پیشنهاد یا آفرم رو طراحی کنم و بعد بیام این رو به مشتری ها اطلاع رسانی کنم. باز باید تصمیم بگیرم که با توجه به مراحل قبل که طی کردم کدوم بستر یا کدوم رسانه برای من مناسب تر هست برای اطلاع رسانی به مشتری ها. میخوام برم تو فضای سوشال، میخوام برم روی SMS مارکتینگ، یا مشتریای من بیشتر با ایمیل ارتباط برقرار میکنن، میخوام برم روی ایمیل مارکتینگ تمرکز کنم، میخوام برم روی ریتارگتینگ تمرکز کنم. من میخوام از چه رسانه‌ای یا چه بستری برای اطلاع رسانی به مشتریام استفاده کنم. و طبیعتا تو مرحله بعد من باید KPI رو مشخص کنم، باید شاخصهایی رو مشخص بکنم که بتونم درصد موفقیت استراتژی یا راهکاری که انتخاب کردم رو اندازه گیری بکنم و بعد بر اساس داده هایی که به دست اومده دوباره من اهدافم رو بازنگری کنم. به خاطر همین هست که ما همیشه تاکید میکنیم که برنامه های وفاداری یا لویالتی پروگرام ها چرخه‌ای هست که مدام در حال تکراره. شما اهدافتون رو مشخص میکنید، بر اساس داده هایی که تحلیل کردید راهکار رو مشخص میکنید، ابزار، پاداش، کمپین، آفر، اطلاع رسانی.
اندازه‌گیری شاخص‌ها و دوباره بازخورد میگیرید و دوباره مسیرتون رو بهینه یا اپتیموم میکنید. یا من تصمیم میگیرم از استراتژی جدیدی استفاده بکنم، یا تصمیم میگیرم که همون راهکار و همون هدفم رو اپتیموم بکنم و بهینه بکنم. سوالی هست تا اینجا؟ بسیار هم عالی. خب 23 نفر رو توی وبینار داریم. اما تو مرحله بعد من باید ببینم که اساساً تو باشگاه مشتریان چه اهدافی وجود داره. یه برنامه وفاداری چه هدفهایی رو دنبال میکنه. اولین هدف باشگاه مشتریان ابزاری برای جذب مشتری جدید. من باید بتونم از ابزارهایی استفاده بکنم برای اینکه مشتری جدید جذب کنم. هدف دوم برنامه‌های وفاداری برگشت و تشویق مشتری به خرید دوباره است. هدف سوم ایجاد وفاداری و استمرار خریده. اینکه من بتونم یک کاری بکنم که مشتریم تبدیل به مشتری ثابت بشه. هدف چهارم برندسازی و افزایش محبوبیت برند هست و هدف پنجم از راه اندازی باشگاه مشتریان ارزیابی عملکرد پرسنل کسب و کار هست. من 5 هدف اصلی دارم، اما پشت هر کدوم از این اهداف یه سری هدف پنهان وجود داره. اینکه من چطوری میخوام مشتری جدید جذب کنم، چجوری میخوام برگشت مشتری ایجاد بکنم. آیا من هدفم از در واقع استفاده از ابزار جذب مشتری جدید شبکه‌های اجتماعیه؟ آیا من میخوام مشتری جدید رو از طریق بازاریابی پورسانت جذب بکنم و از مشتری فعلیم استفاده کنم تا به من مشتری جدید معرفی بکنه؟ آیا میخوام برم سراغ شرکای تجاریم یا از اونها استفاده بکنم؟ میخوام برم سراغ مشتریای سازمانی؟ تو برگشت مشتری همینطور. هدف من از برگشت مشتری چیه؟ صرفاً میخوام مشتری برگرده دوباره ازم خرید بکنه، یا میخوام تعداد مراجعاتش رو ببرم بالا، یا میخوام مشتریم بیاد یه کالای دیگه از من خرید بکنه. خیلی از سالن‌های زیبایی گلایه میکنن که ما تو یه لاینمون مشتری ثابت داریم. مثلا یه مشتری تا الان 20 بار اومده از لاین ناخون ما استفاده کرده، ولی این مشتری نمیاد از لاین مثلا موژه ما استفاده کنه، نمیاد از لاین کوتاهی ما استفاده کنه. پس ممکنه هدف من از برگشت مشتری این باشه که مشتری از یه محصول دیگه من یا از یه خدمت دیگه من استفاده کنه. ممکنه هدفم افزایش تعداد دفعات خرید باشه، افزایش مبلغ خرید باشه، کاهش فاصله بین مراجعات مشتری باشه. مشتری من 2 ماه یه بار میاد، من میخوام یه کاری بکنم که فاصله بین مراجعات مشتری کوتاه بشه. در رابطه با وفاداری و استمرار خرید مشتری هم همینطور. هدف من کاهش هزینه‌های تبلیغاته. حتما میدونید که ما یه اصل ثابت شده‌ای در مارکتینگ داریم که اصل معروف آقای فیلیپ کاتلر هست که هزینه وفادار کردن مشتری 9 تا 11 برابر از هزینه جذب مشتری جدید کمتره. یعنی اگر شما بخواید یه مشتری جدید جذب بکنید 11 برابر باید بیشتر هزینه بکنید و با 1/11 همون هزینه شما میتونید یه مشتری رو به کسب و کار خودتون وفادار بکنید. پس ممکنه هدف من از ایجاد وفاداری کاهش هزینه هام باشه. من یه فلش بک بزنم به دیتایی که با هم مرور کردیم. اگر دقت کنید این کسب و کار 29,000 نفر، نزدیک به 30,000 نفر مشتری داره و حالا با توجه به شناختی که من دارم و این دیتا البته گویاست کاملا مشخصه که هزینه خیلی زیادی داره برای تبلیغات میکنه. اما من معمولا به این کسب و کارها میگم اصطلاحاً کسب و کار شبیه آبکش میمونه. با یه هزینه خیلی زیادی تبلیغات میکنه، مشتری جدید جذب میکنه، اما با همون سرعتی که مشتری جذب میکنه این مشتری ها ریزش میکنن، نمیتونه مشتری رو نگه داره. کسب و کار دومی که با هم دیدیم تعداد اعضاش کمتر از مشتری اول، بیزینس اول، تقریبا 1/3 اون مشتری داره، اما موفق شده مشتری ها رو به خودش وفادار کنه، موفق شده که کاری کنه این مشتری ها دوباره برگردن و از کسب و کار خرید بکنن. پس
ممکنه هدف اول من از وفادار کردن مشتری کاهش هزینه‌های تبلیغات باشه. ممکنه هدفم تحلیل نیازمندی‌های مشتری باشه. هرچی مشتری به کسب و کار وفادارتر باشه، من راحت‌تر میتونم نیازهای مشتری رو تشخیص بدم. حفظ و تداوم فروش یکی دیگه از اهداف وفاداری و استمرار مشتریه، استمرار خرید مشتریه. اما تو برندسازی و افزایش محبوبیت برند ممکنه هدف من تبلیغات دهان به دهان باشه. من میخوام از تبلیغات دهان به دهان برسم به محبوبیت برند، یا میخوام برند اورنس ایجاد کنم، میخوام کاری بکنم که مشتریام راجع به من حرف بزنن، میخوام یه تجربه خرید متفاوتی برای مشتری رقم بزنم. خیلی از ما تجربه خرید از کسب و کارهای خیلی زیادی رو داشتیم، خیلی از ما پوشاک خریدیم، لوازم دیگه خریدیم، ولی معدود فروشگاه هایی بودن که یه تجربه خرید متفاوت برای ما رقم زدن و اون فروشگاه، اون برند تو ذهن ما ماندگار شده. پس ممکنه هدف من از استفاده از باشگاه مشتریان، سیستم های وفاداری، برندسازی و به صورت خاص خلق تجربه متفاوت برای مشتری باشه. من سلام میکنم خدمت آقای همایونی نژاد عزیز، از مشاوران گرانقدر کسب و کار هستن ایشون. اما ارزیابی عملکرد پرسنل و کسب و کار، ممکنه هدف من افزایش رضایت مشتری باشه. طبیعتاً هرچی عملکرد پرسنل بهتر باشه، رضایت مشتری افزایش خواهد یافت. هرچی عملکرد پرسنل بره بالاتر، مشارکت پرسنل در فروش هم بیشتر میشه. پس ممکنه هدف من مشارکت پرسنل در فروش باشه یا اندازه‌گیری راندمان پرسنل. من اومدم سیستم های وفاداری رو راه اندازی کردم که بتونم راندمان پرسنلم رو اندازه بگیرم و راندمان پرسنل رو بهینه کنم. خب تمام اهدافی که ما از راه اندازی سیستم های وفاداری با هم گپ زدیم تا اینجا و صحبت کردیم در یک جمله خلاصه میشه. این که من رفتار مشتری رو تحلیل کنم و بتوانم بر اساس تحلیل رفتار مشتری یا رفتاری رو در مشتری تقویت بکنم یا رفتاری رو در مشتری تغییر بدم. یعنی چی؟ وقتی من میام آفری تعریف میکنم، کمپینی تعریف میکنم که مشتری های طلایی من از این به بعد 5% اعتبار بیشتر میگیرن نسبت به بقیه مشتری ها، دارم رفتاری رو در مشتری تقویت میکنم. میخوام مشتری تلاش کنه که سطح خودش رو افزایش بده. اما وقتی میام کمپین و آفری تعریف میکنم که تمام مشتری هایی که از لاین ناخن من استفاده کردن، اگر تا یک هفته دیگه از لاین موژه من استفاده کنن 20% تخفیف میگیرن، دارم تلاش میکنم که رفتاری رو در مشتری تغییر بدم. یا فرض کنید که مشتری داریم که 10 بار از ما خرید کرده اما میانگین مبالغ خریدش 300,000 تومنه. من کمپین و آفری براش تعریف میکنم که اگه تو مراجعه بعدی بالای 1 میلیون تومان خرید کنه، من حاضرم 50,000 تومان، 100,000 تومان، 1 میلیون تومان اعتبار بیشتر بهش بدم. پس دارم تلاش میکنم رفتاری رو در مشتری تغییر بدم. خب اگر خاطرتون باشه توی مراحل راه اندازی باشگاه مشتریان گفتیم که ما باید بیایم و راهکار مناسب رو انتخاب بکنیم. تا الان هدفمون رو مشخص کردیم و حالا میخوایم بریم سراغ راهکار و ابزار. زمانی که من میخوام راهکار و ابزارم رو مشخص بکنم و انتخاب بکنم، نکته‌ای که خیلی اهمیت داره اینی که به پروفایل یا پرسونای مخاطبم توجه بکنم. طبیعتاً برای کسب و کاری که کالا یا خدماتی به قشر متوسط یا پایین جامعه از نظر قدرت اقتصادی داره میده، آفرهایی از جنس اعتبار، تخفیف ممکنه خیلی جذابیت داشته باشه. اما این راهکار الزاماً شاید برای مشتری‌ها، بیزینسی که مشتری‌های ثروتمند داره، خیلی راهکار بهینه‌ای نیست. پس من باید به پرسونای مخاطبم توجه بکنم. من هیچ وقت نمیتونم بیام به مشتری که مثلا یه خانم 85 ساله است
بگم که شما میتونید این لینک رو توی سوشال مدیا برای دوستان خودتون شیر کنید و دوستتون اگر روی این لینک بزنه شما پورسانت میگیرید. اما به همون خانم 85 ساله میتونم بگم که این یک کارت هدیه 500,000 تومانی خدمت شما این کارت رو میتونید به یکی از دوستان خودتون هدیه بدید و دوستتون بیاد از این اعتبار هدیه استفاده کنه. پس من زمانی که دارم راهکار سیستم وفاداری خودم رو مشخص میکنم باید به پرسونای مخاطب خودم توجه کنم. شغل مشتری ها، دهک اقتصادی مشتری ها، تحصیلاتشون، سطح فرهنگیشون، علاقمندیاشون، اینکه دوره برگشت مشتری چند وقت یه باره، طبیعتاً راهکاری که یک کافه استفاده میکنه با راهکاری که یه آتلیه عکاسی استفاده میکنه خیلی متفاوته. جنسیت مشتری ها، عکس العمل آقایون نسبت به سیستم‌های وفاداری با خانم‌ها متفاوته. بحث CLV یا طول عمر مشتری، کاستومر لایف تایم ولیو، و سن مشتری ها. خیلی از بیزینس ها عمده مشتری هاشون نسل Z هستن. نسل Z واکنش خیلی مثبتی به ابزارهای مبتنی بر گیمیفیکیشن نشون میدن، ولی افراد میان سال الزاماً اینطوری نیستن. باید برای افراد میان سال از راهکارهای دیگه استفاده بکنیم. خب بریم سراغ پاداش‌های دنیای وفاداری. همونطور که گفتیم ما باید به مشتری خودمون یه پیشنهاد بدیم و بر اساس اون پیشنهاد یه پاداشی به مشتری بدیم تا مشتری اون کاری که ما دوست داریم رو انجام بده. در دنیای وفاداری ما 7 مدل پاداش داریم: اعتبار یا کردیت، دیسکانت یا تخفیف، ووچر یا کد تخفیف، امتیاز یا پوینت، سکه یا کوین، هدیه نقدی یا گیفت و هدیه غیر نقدی یا سرویس. 7 مدل پاداشی هستن که ما در دنیای وفاداری داریم. همچنان صدا خوبه؟ یه یک میزنید برای من؟ بسیار هم عالی. خب من همیشه میگم که استفاده از باشگاه مشتریان یه هنره و کسی که داره یه سیستم لویالتی یا سیستم وفاداری رو در واقع طراحی میکنه یه هنرمنده. من همیشه استفاده از باشگاه مشتریان، طراحی سیستم های وفاداری رو به هنر آشپزی در واقع تشبیه میکنم. اینکه یه آشپز بلده چه مواد، اول میدونه که میخواد چی بپزه، پس دستور پخت رو میدونه و بلده از چه مواد اولیه‌ای به چه مقدار استفاده کنه، از چه تجهیزاتی استفاده کنه و این تجهیزات رو با چه ترتیبی و به چه مدتی با هم ترکیب بکنه. قطعا شما وقتی که میخواین قیمه درست کنید نمیتونید توی سبزی بریزید. حالا اگه دوستانی نیان بگن که ما تو شهر خودمون تو قیمه سبزی میریزیم، یا وقتی میخواین آبگوشت درست کنید نمیتونید از مایتابه استفاده کنید. اصلا نمیشه آبگوشت رو تو مایتابه درست کرد. پس من باید بدونم چه غذایی میخوام درست کنم، از چه مواد اولیه‌ای میخوام استفاده کنم و از چه تجهیزاتی لازم دارم برای درست کردن این غذا و این غذا رو به چه ترتیبی و به چه مدتی در واقع باید بپزم. طبیعتا اگر مدتش کوتاه باشه غذا جا نمیفته، زیاد باشه غذا ته میگیره. من یادمه که معلم کلاس 4 دبستانمون تعریف میکرد، یه خانومی بود به اسم خانم کاظمی، میگفتش که همسر من اومد مرغ درست کنه، مرغ رو ریخت تو قابلمه و شروع کرد پختن و بعد تعریف میکرد، میگفتش که من میدونستم که باید یه چیزی به مرغ اضافه کنم که مرغ رنگ بگیره. این بنده خدا به جای رب به مرغ زردچوبه اضافه کرده بود. بعد دیده بود که اون رنگی که باید نمیگیره، هی زردچوبه رو بیشتر اضافه کرده بود. خلاصه کار به یه جایی رسیده بود که دیگه مرغ قابل خوردن نبود. پس یک کارشناس برنامه وفاداری در وهله اول میدونه چه هدفی داره، استراتژی باشگاه مشتریانش چیه، میدونه از چه پاداشی به چه مقداری استفاده کنه، از چه ابزارهای باشگاه مشتریان برای رسیدن به اون هدف استفاده کنه و روی چه مشتریهایی به چه مدت در واقع این استراتژی رو پیاده بکنه. اما زمانی که داریم از استفاده از باشگاه مشتریان تو کسب و کار استفاده میکنیم، در واقع صحبت میکنیم، منظورمون این هست که ما داریم کسب و کار خودمون رو هوشمند میکنیم.
شما میتونید توی بستر سیستم های حسابداری، فروشگاه فیزیکی، سایت آنلاین، اپلیکیشن موبایل یا دستگاه پست از باشگاه مشتریان استفاده بکنید. تا دیروز مشتری میومد، چونه میزد، 1% تخفیف میگرفت، ولی باشگاه مشتریان قرار کسب و کار ما رو هوشمند، هدفمند و قانونمند بکنه. پس ممکنه یه مشتری به من مراجعه بکنه و 10% تخفیف بگیره، یه مشتری دیگه 20% تخفیف بگیره، یه مشتری دیگه حتی ممکنه 100% تخفیف بگیره. باشگاه مشتریانه که مشخص میکنه هر مشتری چه پاداشی باید بهش تعلق بگیره. تا دیروز من دید کوری نسبت به مشتری داشتم. امروز قرار باشگاه مشتریان به من اینسایت بده که چجوری با مشتری ارتباط برقرار کنم. باز یه مثال براتون بزنم. ما البته کارگاه هایی داریم که اصلا چجوری با استفاده از ابزارهای وفاداری صاحب کسب و کار بتونه با مشتری ارتباط برقرار کنه. طبیعتاً باید برخورد من با مشتری که بار اولش مراجعه میکنه و مشتری که 15مین باره متفاوت باشه. برخورد من با مشتری 5 ستاره با مشتری 1 ستاره باید متفاوت باشه. اینکه مشتری آخرین بار کی به من مراجعه کرده. خیلی از اپراتورها خیلی هوشمندانه میگن آقای فلانی 2 ماه ما شما رو ندیدیم، دلمون براتون تنگ شده بود. مشتری فکر میکنه که مثلا این اپراتور صورت این مشتری یادشه که آخرین بار کی اومده، در حالی که داره تاریخ آخرین مراجعه رو از در واقع سیستم وفاداری میبینه. پس قراره که سیستم های وفاداری به من اطلاعاتی بدن که من بتونم برخورد خودم رو با مشتری اجاز کنم، تنظیم کنم و بدونم با هر مشتری باید چطوری برخورد بکنم. خب بریم سراغ ابزارهای باشگاه مشتریان که به صورت تخصصی موضوع وبینار ما هم همین هست. همونطور که تو موضوع در واقع وبینارم هست، ما حدود 44 تا ابزار داریم که میتونیم برای وفادار کردن مشتری ها از این ابزارها استفاده کنیم. اولین و مهمترین ابزاری که من باید باهاش کار بکنم ابزار عضویت و ثبت تراکنش هست. این که من بتونم مشتری ها رو تو سیستم وفاداری خودم عضو کنم و خرید مشتری ها رو ثبت کنم تا بر اساس این داده استپ 1 راه اندازی باشگاه مشتریان یا سیستم های وفاداری بتونم رفتار مشتری رو تحلیل کنم و بر اساس اون تو قدم دوم بتونم هدف گذاری بکنم. اما برای عضو کردن مشتری و ثبت تراکنش مشتری ممکنه من از پنل تحت وب بخوام استفاده بکنم، ممکنه بخوام از سیستم های حسابداری استفاده بکنم و باشگاه مشتریان خودم رو وصل کنم به یه سیستم حسابداری، ممکنه بخوام از اپلیکیشن موبایل استفاده کنم. خیلی از کسب و کارها دارن تو سوشال مدیا علل خصوص اینستاگرام فعالیت میکنن، نه پنل وب دارن نه سیستم حسابداری دارن، هیچی ندارن، ولی یه موبایل دارن که میتونن خیلی راحت از ابزار وفاداری توی گوشی خودشون استفاده بکنن. ممکنه من بخوام از موبایل اپلیکیشن موبایل مشتری ها استفاده کنم و مشتری خودش بیاد خودش رو عضو بکنه و خرید خودش رو ثبت کنه. ممکنه من دوست داشته باشم از دستگاه پوز استفاده کنم، مخصوصا برای کسب و کارهایی که حجم تراکنش بالا دارن یکی از بهترین راهکارها و ابزارهاست. و ممکنه من بخوام از استندهای تعاملی استفاده کنم. من اخیراً دیدم که قنادی‌های ناتلی داره از این استندها استفاده میکنه برای اینکه مشتری بتونه خودش رو عضو کنه و خرید خودش رو ثبت بکنه. و در نهایت ممکنه من بخوام سیستم‌های وفاداری رو از طریق API به سیستم‌های مختلف وصل بکنم و اطلاعات رو از اون سیستم‌ها سمت باشگاه مشتریان بفرستم تا مشتری عضو بشه و خرید مشتری ثبت بشه. اما اولین ابزاری که راجع بهش صحبت کردیم اینتگریشن با سیستم‌های مالیه. همونطور که عرض کردم تا دیروز من در واقع مشتری رو تو سیستم مالیم عضو می‌کردم و براش فاکتور می‌زدم. از امروز بر اساس اطلاعاتی که سیستم وفاداری داره به من میده میتونم برخورد خودم رو با مشتری تنظیم کنم. یا زمانی که دارم برای مشتری فاکتور میزنم، این باشگاه مشتریانه که محاسبه میکنه این مشتری چقدر باید تخفیف بگیره، چقدر باید اعتبار بگیره، که راجع به انواع پاداش جلوتر صحبت میکنیم. پس قراره که این سیستم در واقع ثبت فاکتور من رو هوشمند بکنه.
تو قدم بعدی من میتونم از اپلیکیشن موبایل استفاده کنم. همونطور که گفتم کسب و کارهای اینستاگرامی یا کسب و کارهای خونگی که دسترسی به پنل وب یا سیستم‌های مالی ندارن به راحتی میتونن از ابزار در واقع سیستم وفاداری روی گوشی موبایلشون استفاده کنن. همینطور ممکنه من سیستم وفاداریمو بخوام روی دستگاه پوز داشته باشم. خب ما جزو معدود شرکت‌هایی هستیم که الان ابزارهای وفاداری روی دستگاه پوز داریم. همونطور که میدونید پوزهای اندرویدی دیگه فقط به سویچ‌های بانکی وصل نیستن و وظیفه پرداخت رو صرفاً انجام نمیدن. شما به راحتی میتونید از یه دستگاه پوز استفاده بکنید، با این تفاوت که الان زمانی که مشتری به شما مراجعه میکنه، قبل از اینکه کارت بانکی مشتری رو بکشید روی دستگاه پوز و مبلغ رو وارد بکنید، شماره موبایل مشتری رو وارد میکنید. قبل از ارتباط با بانک دستگاه پوز شما به سیستم وفاداریتون وصل میشه، اطلاعات مشتری رو بهتون نمایش میده، مبلغ رو وارد میکنید. حالا مثلا فرض کنید خرید این مشتری 1 میلیون تومان بوده و این مشتری توی کارت باشگاه مشتریانش 100,000 تومان اعتبار داره و میخواد از این 100 تومان استفاده کنه. طبیعتا این 100 تومان کسر میشه و مبلغ 900,000 تومان سمت بانک ارسال میشه. حالا شما کارت بانکی مشتری رو میکشید و 900,000 تومان سمت بانک ارسال میشه و تراکنش انجام میشه. روی کاغذی هم که این دستگاه‌های پوز در واقع به شما میدن، اطلاعات کاستومایز شده شما قرار داره. یعنی روی این کاغذ هم به مشتری اطلاع رسانی میشه که شما از 100,000 تومان اعتبار کیف پولتون استفاده کردین و در مقابل مثلا 50,000 تومان یا 200,000 تومان اعتبار جدید توی کیف پول شما شارژ شد. ابزار بعدی استفاده از پلاگین وردپرسه. دوستانی که دارن روی فروشگاه‌های آنلاین کار میکنن و سایت وردپرسی دارن میتونن از پلاگین وردپرس استفاده کنن برای اینکه سیستم وفاداریشون و وبسایتشون رو یک پارچه بکنن. طبیعتا تمام مواردی که با هم صحبت کردیم مثل عضویت و ثبت تراکنش، فرایندهاش روی سایت وردپرسی و فروشگاه‌های آنلاین به صورت اتوماتیک انجام میشه. عضویت مشتری، ثبت تراکنش مشتری، محاسبه اعتبار و کیف پول، امتیازدهی، استفاده از اعتبار و در نهایت پیامک هایی که برای مشتری ارسال میشه. تفاوتی که سایت های در واقع سایت هایی که به باشگاه مشتریان وصلن با سایت های عادی دارن اینه که زمانی که مشتری میخواد پرداخت رو انجام بده، قبل از اتصال به درگاه سایت وصل میشه به سیستم وفاداری شما، محاسبه میکنه که این مشتری چقدر اعتبار داره، چه تخفیف هایی شامل حالش میشه، اینها رو به مشتری اطلاع رسانی میکنه، روی فاکتورش اعمال میکنه و بعد مشتری به درگاه وصل میشه و پرداختش رو انجام میده. اما یکی از اثرگذارترین ابزارهای باشگاه مشتریان کیف پول و سیستم کشبک هست. کیف پول عمدتاً با اعتبار کار میکنه. یعنی زمانی که مشتری از شما خرید میکنه، شما درصدی از مبلغ خرید مشتری رو در قالب اعتبار توی کیف پول مشتری شارژ میکنید و مشتری تو خرید بعدش میتونه از این اعتبار استفاده بکنه. حالا این در واقع کیف پول اسامی مختلف تو کسب و کارهای مختلف داره. یکی بهش میگه کارت باشگاه مشتریان، یکی بهش میگه ولت، یکی میگه ناحیه کاربری، یکی میگه کیف پول. اسامی مختلف داره ولی مکانیزم همش یکیه. درصدی از خرید مشتری به عنوان اعتبار داخل اکانت باشگاه مشتریان شارژ میشه و مشتری تو خرید بعد میتونه از این اعتبار استفاده کنه. یکی از اثرگذارترین ابزارها برای افزایش نرخ برگشت مشتریه. تا دیروز مشتری از من 10% تخفیف میگرفت و این 10% تخفیف رو میتونست توی سوپرمارکت خرج بکنه. امروز اگر 1 میلیون تومان از من خرید میکنه، من 15 تومان اعتبار بهش میدم و این اعتبار رو میتونه تو خرید بعدش استفاده کنه. من یه سوال از دوستان بپرسم، تو سیستم زمانی که من به مشتری تخفیف میدم، اگه مشتری 15% از من تخفیف بگیره، فاکتورش که بشه 1 میلیون، خب طبیعتا 850,000 تومان به من پول میده. تو سیستم اعتباردهی اگر مشتری خریدش بشه 1 میلیون، چقدر باید به من پرداخت بکنه؟ کسی نظری نداره؟
خب دفعه بعد پرداخت میکنه آقای چراغی. الان خریدش بشه 1 میلیون، دقیقاً کل 1 میلیون رو باید به من پرداخت بکنه. و اینجا نکته‌ای که خیلی اهمیت پیدا میکنه، یکی از بزرگترین اشتباهاتی که خیلی از کسب و کارها میکنن، اینکه تخفیف رو با اعتبار اشتباه میگیرن. اینکه فکر میکنن قرار 100% مشتری‌ها برگردن از این اعتبارشون استفاده بکنن. من یه بار از یکی از شعبه‌های از یه جواهری، از اینایی که آخرش گالری داره، جواهری نوزو، یه کادو خریدم شد 3 میلیون و 700 هزار تومان، یه دستبند بود. خیلی با افتخار گفتش که ما شما رو تو باشگاه مشتریان عضو کردیم و یه اعتباری بهتون دادیم، دفعه دیگه از این اعتبار میتونین استفاده کنید. گفتم که این اعتباری که شارژ شده چقدره؟ چون اسمسش تقریبا 2 هفته بعد برای من اومد. گفتش که 1% براتون شارژ کردیم، یعنی رو 3 میلیون و 700 هزار تومان 37 هزار تومان برای من شارژ کرده بود. گفتم که خانم 37 هزار تومان الان پول یه چیپسه، چطور شما فکر کردین که 37 هزار تومان مشتری شما رو ترغیب میکنه که دفعه دیگه برگرده از کسب و کار شما خرید بکنه؟ واقعیت اینه که اون متخصص مارکتینگ یا اون ادمینی که پشت سیستم وفاداری این فروشگاه نشسته اصلا نرفته نگاه کنه که نرخ برگشت مشتری چقدره و این درصدهایی که مشخص کردن برای کشبک چقدر مشتری ها رو ترغیب کرده که دوباره بیان و از بیزینس خرید بکنن. نکته اینه که این 15% هنوز از جیب کسب و کار نرفته تا زمانی که مشتری نیاد و نخواد ازش استفاده کنه. و نرخ برگشت مشتری تو کسب و کارهای مختلف متفاوته. تو صنف طلا و جواهر حتی نرخ مشتری 1 به 10، یعنی از هر 10 تا مشتری فقط یکیشون برمیگرده و از اعتبارش استفاده میکنه. بنابراین من اگر تا دیروز میتونستم به مشتری 1% تخفیف بدم که اون 1% همون موقع جیب من میرفت، الان به راحتی میتونم به مشتری 10% اعتبار بدم، چون میدونم که از هر 10 تا مشتری فقط یکیشون برمیگرده و از اعتبارشون استفاده میکنه. بدون کد تخفیف خرید نکنم. من فرمایش شما رو کاملا قبول دارم آقای چراغی و ما استراتژی داریم تو باشگاه مشتریان. آقای چراغی میگن که خیلی‌ها به تخفیف عادت کردن و تخفیف میخوان. اگه دقت کنید نوین چرم روی بیلبورداش یه عبارت معروف می‌نویسه 10 به علاوه 15% یا 10 به علاوه 20%، چون میدونه که مشتری‌ها دوست دارن تخفیف بگیرن. به مشتری 5% 10% تخفیف میده، 25% بهشون اعتبار میده. این خودش یه استراتژیه. برای خیلی از کسب و کارها درسته، برای خیلی از کسب و کارها هم درست نیست. حالا دلیل درست نبودنش رو میگم چرا. ولی یه استراتژی شاید این باشه که من زمانی که سیستم وفاداریمو راه اندازی میکنم بیام به مشتری ها تو خرید اول هم تخفیف بدم هم اعتبار، یعنی بگم خرید اول مشتری 20% تخفیف میگیره، 20% اعتبار، و تو خریدهای بعدی دیگه اون شارژ کیف پول و اعتبارش به منزله تخفیف براش منظور میشه و دیگه حالا اونجا مشتری از من تخفیف نمیخواد. اما من توی سیستم وفاداریم باید بتونم بر اساس شعبه هام، بر اساس گروه های مختلف مشتریم، بر اساس گروه های مختلف کالاییم و زیرگروه های کالاییم بتونم سیاست گذاری و استراتژی های مختلفی داشته باشم. خب یکی دیگه از ابزارهای باشگاه مشتریان کارت هدیه است. خیلی به من کمک میکنه تو جذب مشتری جدید. این که من یه اعتبار هدیه به مشتریم بدم و بگم که تو اولین خرید میتونی از این اعتبار هدیه استفاده بکنی. اعتبار هدیه هم توی شبکه‌های اجتماعی کاربرد داره و بازدید کننده های سایت که ما معمولا بهش میگیم اعتبار هدیه مجازی، و هم در قالب کارت های هدیه در ایونت ها، نمایشگاه ها و ارتباط با شرکای تجاری کاربرد داره. من میتونم این کارت هدیه رو تو فضای سوشالم بدم به مخاطبینم که خیلی توی لید جنریشن و تولید لید به من کمک میکنه، یا میتونم این اعتبار هدیه رو روی سایتم بدم که کاربری که میاد روی وبسایت من به محضی که عضو میشه این اعتبار هدیه رو براش صادر کنم، بگم توی کیف پول شما مبلغ 500,000 تومان 200,000 تومان اعتبار اولیه است و این از این اعتبار میتونید استفاده کنید. میتونم این اعتبار هدیه رو در قالب کارت فیزیکی ازش استفاده کنم. خیلی از بیزینس هایی که میرن نمایشگاه شرکت میکنن
خب به مشتری بروشور و کاتالوگ میدن که معمولا مهمون 2 روز مشتری اینا رو میریزه دور. ولی اگر تو همون نمایشگاه به مشتری یه کارت هدیه مثلا 300,000 تومانی بدن، امکان نداره مشتری این کارت هدیه رو بندازه دور. تا روز انقضای اعتبار هدیه اینو نگه میداره، میگه شاید خواستم از اون بیزینس خرید کنم و از این اعتبار هدیه بخوام استفاده کنم. همینطور تو ارتباط با شرکای تجاری، من یه سالن زیبایی هستم، میرم با یه فروشگاه آرایشی بهداشتی توافق میکنم که این 100 تا کارت هدیه خدمت شما، هر کدوم از این کارت‌ها توش مثلا 200,000 تومان اعتبار اولیه است و هر مشتری که اومد از شما خرید کرد، مشتری خوبتون، میتونید یه دونه از این کارت‌ها رو بهش بدید که بیاد از کسب و کار ما خدمات بگیره. طبیعتا من با اون در واقع فروشگاه آرایشی بهداشتی تعارض منافع هم ندارم و به راحتی میتونم این توافق و دیل رو انجام بدم. پس صدور اعتبار هدیه خیلی کاربرد داره تو جذب مشتری اولیه. همینطور من میتونم بیام اعتبار هدیه رو با سیستم بازاریابی پورسانت هم ترکیب بکنم. یکی دیگه از ابزارهای خیلی کاربردی سیستم‌های وفاداری سیستم بازاریابی و پورسانته. این که من بیام به مشتری فعلیم یک کد تخفیف بدم، یک کد معرف بدم و بگم این کد رو اگر به دوستت بدی، دوستت میتونه بیاد روی وبسایت ما با وارد کردن این کد معرف 10% تخفیف بگیره و به محض اینکه این 10% تخفیف رو گرفت و خریدش رو انجام داد، تو هم 10% پورسانت میگیری. حالا سیستم معرفی با کد معرف یکی از سیستم های در واقع سنتیه که کسب و کارها به صورت سنتی هم ازش استفاده میکردن. شما تو سیستم های وفاداری و باشگاه مشتریان این رو به صورت مکانیزه ازش استفاده میکنید که مشتری میاد روی وبسایت، اون کد معرف رو وارد میکنه و خریدش رو انجام میده و از اون درصد تخفیف یا اعتبار هدیه استفاده میکنه. یا ممکنه این کد معرف رو به صورت فیزیکی بیاره توی فروشگاه شما، کد رو به شما بده، شما تو سیستم وفاداریتون کد رو وارد کنید و حالا یا روی اون کد معرف 200,000 تومان اعتبار هدیه به مشتری تعلق میگیره یا 10% تخفیف میگیره و سیستم خودش اتوماتیک تشخیص میده که این کد معرف مربوط به کدوم مشتری شماست و پورسانت اون مشتری رو هم در نظر میگیره براش. اما مدل پیشرفته تر و شیکتر و ترتمیزتر سیستم بازاریابی و پورسانت اصطلاحاً معرفی با لینک دعوته. خیلی از شماها یا خیلی از کسب و کارها پیج اینستاگرام دارن. من همیشه به اصطلاح میگم که به این کسب و کارها میگم که شما در طول یک ماه شاید 1 میلیون بازدید داشته باشید. از این 1 میلیون نفر شاید 100,000 نفر شما رو فالو کنن. از اون 100,000 نفر شاید 1000 نفر به شما دایرکت بدن و ازتون اطلاعات بگیرن و شاید 100 نفر از شما خرید بکنن و احتمالاً 10 نفر دوباره برمیگردن و دوباره خرید میکنن تو حالت عادی. و شما اطلاعات کدوم مشتری ها رو دارید؟ فقط اونایی که از شما خرید کردن، یعنی اطلاعات اون 100 نفر رو دارید، در حالی که 1 میلیون نفر از بیزینس شما بازدید کردن توی سوشال مدیاتون، علل خصوص اینستاگرام. حالا شما اگر بتونید ابزاری داشته باشید که به عنوان هوک یا قلاب ازش استفاده کنید، به راحتی میتونید یه درصد زیادی از اون 1 میلیون نفر رو تبدیل به شماره موبایل بکنید. چطوری؟ فقط کافیه که لینک خودتون رو بذارید مثلا تو بایو اینستاگرام و به بازدید کننده های سایتتون که الزاماً ممکنه شما رو حتی فالو هم نکنن بگید که اگه روی این لینک بزنی و اسم و فامیل شماره موبایلتو ثبت بکنی، بلا فاصله 200,000 تومان اعتبار هدیه میگیرید. حالا چه اتفاقی میفته؟ یه تعداد زیادی از بازدید کننده ها، باز تاکید میکنم نه الزاما حتی فالوورها رو، شما میتونید تبدیل به شماره موبایل بکنید. بعدن میتونید کمپین های خودتون رو در قالب SMS بهشون اطلاع رسانی کنید و در یک کلمه میتونید ارتباط خودتون رو با کسب و کار، با مشتری حفظ بکنید. پس سیستم معرفی با لینک یکی از ابزارهایی که تو جذب مشتری جدید خیلی میتونه به شما کمک بکنه. همینطور مشتری شما هم برای خودش یه لینک اختصاصی داره، میتونه این لینک رو برای دوستش بفرسته
دوستش به محض اینکه روی این لینک میزنه اسم و فامیل شماره موبایلش رو باید ثبت بکنه و این فرد میره زیر مجموعه نفر اول یا معرف قرار میگیره و به محض اینکه میخواد خرید کنه هم میتونه از اون اعتبار هدیه‌ای که بهش تعلق گرفته استفاده کنه و هم اتوماتیک برای نفر قبل یه SMS میره که به خاطر معرفی مشتری جدید مبلغ مثلا 200,000 تومان به اعتبار کیف پول شما به عنوان پورسانت اضافه شد. سوال؟ خیلی عالی. خب یکی دیگه از راه‌های جذب مشتری جدید استفاده از کارت باشگاه مشتریانه. این که من بیام از کارت باشگاه مشتریان استفاده بکنم برای اینکه مشتری جدید جذب کنم. فرض کنید که شما با مدیر منابع انسانی یه سازمانی وارد تفاهم میشید، 1000 تا کارت 300,000 تومانی شارژ میکنید و میدید به اون شخص. قبل از اینکه این کارت ها رو بهش بدید این کارت ها رو زیر مجموعه اون شخص هم تعریف میکنید و اون شخص هم میره با افتخار به اون سازمان میگه که من براتون 1000 تا کارت هدیه 300,000 تومانی گرفتم و به محض اینکه مشتری با این کارت مراجعه میکنه و میخواد از شما خرید کنه سیستم اتوماتیک متوجه میشه که تشخیص میده که این کارت ها زیر مجموعه چه شخصی بوده و پورسانت اون شخص رو براش در نظر میگیره. اگه دقت کنید یه چیزی خیلی مهمه مخصوصا برای کسب و کارهای لاکچری که دارن توی یه لول خاصی فعالیت میکنن، اینکه مشتری دوست نداره کسی رو که معرفی میکنه اون شخص بفهمه که من دارم در ازای معرفیش پورسانت میگیرم. مشتری‌ها، خیلی از مشتری‌ها میگن راهکاری به ما بدید که ما بهتون مشتری جدید معرفی کنیم، ولی اون مشتری جدیده که دارم معرفی میکنم هیچ وقت نفهمه من در ازای معرفیش دارم پورسانت میگیرم. مدل هایی که ما تو سیستم های وفاداری داریم یه همچین خصوصیتی دارن. یعنی من اگه یه لینکی رو برای دوستم بفرستم تازه میتونم یه منتی سرش بذارم، بگم من چون مشتری VIP فلان جا هستم این لینک رو دارم و به خاطر VIP بودن من اگه تو روی این لینک کلیک کنی اسم و فامیل و شماره موبایلتو ثبت کنی اون 300,000 تومان اعتبار هدیه رو میگیری و دوست من هیچ وقت نمیفهمه که در ازای مراجعهش من دارم پورسانت میگیرم، مگر اینکه خودش بیاد خرید کنه و بعداً اون لینک رو بگیره و خودش بخواد یه نفر دیگر رو معرفی بکنه. تو سیستم بازاریابی پورسانت با کارت که هیچ وقت این اتفاق نمیفته، یعنی هیچ وقت مشتریای اون سازمان متوجه نمیشن که مدیر منابع انسانی در ازای معرفی این مشتری‌ها یا در ازای این کارت‌ها داره پورسانت میگیره، به خاطر اینکه تفاهم و توافق اون کسب و کار فقط با همون مدیر منابع انسانی بوده. پس اینها روش‌هاییه که من میتونم ازش تو بیزینس‌های مختلف برای جذب مشتری جدید استفاده کنم. سیستم امتیازدهی و سطح‌بندی مشتری‌ها یکی دیگه از ابزارهاست. اگه خاطرتون باشه من عرض کردم خدمتتون که یکی دیگه از پاداش‌هایی که ما میتونیم تو سیستم‌های وفاداری به مشتری بدیم امتیازه. امتیاز یه راهکار در واقع بلند مدت برای وفادار کردن مشتری، اما من میتونم به ازای دفعات مراجعه مشتری بهش امتیاز بدم، میتونم در ازای مبلغ خرید بهش امتیاز بدم و میتونم از الگوریتم RFM یا LRFM استفاده کنم و به مشتریم امتیاز بدم. کسب و کارهایی که براشون مهمه دفعات خرید مشتری، فاصله بین مراجعات مشتری و مبلغ خرید مشتری، میتونن از مدل RFM استفاده کنن برای اینکه به مشتریاشون امتیاز بدن. من با یکی از این برندهای فروشگاه‌های زنجیره‌ای جلسه‌ای داشتم، بهشون گفتم که شما به ازای هر 50,000 تومان به مشتریتون دارید 10 امتیاز میدید. گفت بله درست. گفتم حالا فرض کنید که یه مشتری اومده از شما برای سازمانش خرید کرده 5 میلیون تومان، یه دفعه یه امتیاز گنده‌ای میگیره. یه خانومی هم هر روز داره میاد از شما خرید میکنه یا یه روز در میون داره خرید میکنه، هر بار 200,000 تومان 300,000 تومان داره خرید میکنه. خب بعد از 4 ماه امتیاز اون خانوم کمتر از امتیاز اون نفریه که اومده یه بار اومده مثلا 4 میلیون تومان 5 میلیون تومان خرید کرده. اما برای شما کدوم مشتری واقعا ارزشمندتره؟ اونی که یک بار اومده خرید کرده یا اونی که تا حالا 30 بار اومده از شما خرید کرده؟ گفت اونی که 30 بار اومده. گفتم پس چرا امتیاز مشتری اولی بیشتره؟ این در واقع باگیه که خیلی از کسب و کارها دارن که صرفاً به ازای مبلغ پرداختی به مشتری
امتیاز میدن، در حالی که ما تو سیستم های وفاداری میتونیم بر اساس تعداد دفعات مراجعه، فاصله بین مراجعات و مبلغ پرداختی و ترکیبی از اینها در واقع بیایم به مشتری امتیاز بدیم. بر اساس اینکه شما چطوری میخواین به مشتریتون امتیاز بدید، ما دو تا ابزار تو سیستم های وفاداری داریم: ابزار امتیازدهی ساده و امتیازدهی پیشرفته. برای حالا آشنایی دوستان با مدل RFM یا LRFM، لنس فاصله اولین خرید مشتری تا آخرین خریدشه، ریسنسی میانگین فاصله بین مراجعات مشتریه، فریکونسی تعداد دفعات مراجعه مشتریه و مانیتوری مبلغ پرداختی توسط مشتریه. خیلی از کسب و کارها هستن که میگن اصلا ما ضریب دفعات مراجعه رو میخوایم ببریم بالاتر. برای ما مثل کافه ها، برای ما دفعات مراجعه مشتری خیلی با ارزش تر از مثلا مبلغ پرداختی مشتری، یا اصلا میگن قیمت های ما ثابته، یا یه مشتری زمانی که میاد کافه اصلا بیشتر از 1 میلیون تومان 2 میلیون تومان نمیتونه خرج بکنه، ولی تعداد دفعات مراجعه مشتری برامون خیلی مهمه. فاصله بین مراجعات مشتری برامون خیلی مهمه، اینکه مشتری زود به زودتر بیاد و بنابراین بر اساس این میخوایم به مشتری امتیاز بیشتری بدیم. و طبیعتا بر اساس امتیازی که مشتری میگیره ما گروه بندی بر اساس امتیاز رو داریم. من یه توضیحی رو عرض کنم خدمتتون. ما تو سیستم های وفاداری دو مدل گروه بندی داریم: گروه بندی های استاتیک و گروه بندی های داینامیک. گروه بندی های استاتیک مشخصه، گروه بندی هایی که خودتون ایجاد میکنید متناسب با نیاز کسب و کارتون، که حالا من در ادامه گروه بندی های استاتیک رو دارم. مثلا گروه بندی استاتیک مشتری میتونه مشتری های VIP، مشتری های اینستاگرام، مشتری های اصفهان، مشتری اقوام و دوستان، مثلا خریداران عمده و مشتری های بین المللی باشه. من این گروه ها رو دارم ایجاد میکنم و به صورت دستی مشتری رو وارد این گروه ها میکنم. ما به این گروه ها میگیم گروه های استاتیک، یعنی تعداد اعضای این گروه ها تا زمانی که من نخوام کم و زیاد نمیشه. اما زمانی که بر اساس امتیاز دارم مشتری رو گروه بندی میکنم، این گروه بندی یا سطح بندی یه گروه بندی داینامیکه، یعنی مشتری بر اساس خریدی که انجام میده، امتیازی که میگیره، به صورت اتوماتیک از سطح نقره‌ای وارد سطح طلایی میشه، از سطح طلایی وارد سطح پلاتینیوم میشه. که حالا ما 5 سطح در واقع گروه داینامیک بر اساس امتیاز داریم که شما به دلخواه میتونید این در واقع گروه ها رو نامگذاری بکنید. ابزار دیگه‌ای که من تو سیستم های وفاداری دارم گروه بندی کالاییه. این که من بتونم گروه ها و زیرگروه های تعریف بکنم و از این گروه ها و زیرگروه ها تو سیستم های وفاداری به دو منظور استفاده بکنم. یک، من بتونم سیاست گذاری های مختلفی داشته باشم. یک کسب و کار مثلا میگه که من با برند نایکی دارم کار میکنم، آدیداس هم دارم، اسکچرز هم دارم، ولی سود من رو نایکی خیلی پایینه، من بیشتر از 5% نمیتونم به مشتری کشبک کنم. اما مثلا رو کفش‌های چینی یا روی برند دیگه سود خوبی دارم، میتونم به مشتری 20% کشبک کنم. یا شما ممکنه بخواید تو بازه‌های زمانی مختلف روی گروه بندی کالایی مختلف کمپین برید، آفر تعریف کنید که اگه مشتری‌ها از این تاریخ تا این تاریخ مراجعه کنن و فقط از این گروه خاص خرید بکنن، من حاضرم بهشون 10% اعتبار بدم یا 20% تخفیف بدم یا انواع پاداش دیگه. مثلا اگه خاطرتون باشه در رابطه با اون چالش سالن‌های زیبایی عرض کردم، یه سالن زیبایی میتونه یه کمپینی تعریف کنه برای تمام مشتری‌هایی که از لاین ناخن استفاده کردن ولی تا حالا از لاین مژه استفاده نکردن. اما کاربرد دیگه گروه‌های کالایی اینه که به من گزارش بده، من ببینم که تو یه دونه گروه کالاییم چند تا تراکنش داشتم، مشتری‌های من از کدوم گروه کالایی من استقبال بیشتری کردن، خرید بیشتری داشتن، چند درصد کل فروش من مربوط به کدوم گروه کالاییه، و از این اطلاعات استفاده بکنم برای اینکه سلیقه مشتری، علاقه مشتری، گرایش مشتری رو متوجه بشم و بتونم بر اساس اون کالایی که دارم عرضه میکنم رو
بهینه بکنم. خب سیستم های لویالتی به شما این اطلاعات رو میدن، برنامه وفاداری به شما این نمودارها رو میده. یا ممکنه مثلا من کمپینی رفتم میخوام ببینم تو این 3 روزی که رو فلان گروه کالایی کمپین رفتم فروشم چقدر تغییر کرده رو اون گروه کالایی. نمودارهایی که در واقع این گزارش ها به شما میدن خیلی میتونن به شما کمک کنن برای اینکه بازخورد بگیرید از کمپین هایی که تعریف کردید. سوال؟ خب بریم سراغ گروه بندی بعدی. ما گروه بندی، یکی دیگه از گروه بندی هایی که داریم گروه بندی بر اساس تحلیل رفتار مشتریه. این مدل گروه بندی هم جزء گروه بندی های داینامیکه. این که من چقدر مشتری های وفادار دارم، چقدر از مشتری های وفادارم از دست رفتن، چقدر قهرمان دارم، چقدر مشتری به سوی وفاداری دارم که حالا ما تو یه وبینار به صورت کامل راجع به گروه بندی ها بر اساس تحلیل رفتار مشتری صحبت میکنیم که ما به چه مشتری میگیم مشتری وفادار، به چه مشتری میگیم قهرمان، به چه مشتری میگیم مشتری خواب‌آلود، مشتری از دست رفته تعریفش چیه. ولی امروز میخوایم راجع به ابزارش صحبت کنیم و استفاده‌ای که از این ابزار میشه کرد. خب یه سیستم وفاداری به من این اطلاعات رو میده و من بر اساس این اطلاعات میتونم بیام آفرها و کمپین‌های مختلفی رو تعریف بکنم. همونطور که قبلا هم گفتم این گروه هم گروه های داینامیکه، یعنی مشتری، فرض کنید که یه مشتری تو گروه مشتریان از دست رفته است. مشتری از دست رفته مشتریه که یه سری پارامتر خاص داره ولی بارزترین پارامترش اینه که خیلی وقت دیگه از ما خرید نکرده. مثلا فرض کنید که میانگین خرید همه مشتری ها 70 روز یک باره ولی این مشتری 200 روز از ما خرید نکرده. ما به این مشتری میگیم مشتری از دست رفته. خب این مشتری اگر با یه کمپینی، با یه پیشنهادی 3 روز دیگه بیاد از ما خرید بکنه، اتوماتیک ممکنه از گروه مشتریان وفادار از دست رفته بره تو گروه مشتریان وفادار. پس این گروه بندی هم گروه بندی داینامیکه. ابزار دیگه‌ای که خیلی کاربردیه، من به جرئت میتونم بگم کاربردی ترین ابزار سیستم های وفاداریه، ماژولیه به اسم کمپین ها و آفرها. این که شما بتونید پیشنهادات خودتون رو با اهداف مختلف در قالب راهکارهای مختلف تعریف بکنید و این پیشنهادها رو برای مشتری ها ارسال بکنید. خب شما 33,000 مدل کمپین و در واقع آفر میتونید تعریف کنید در قالب 8 ماژول مختلف. من میتونم آفرها و کمپین هایی تعریف کنم مبتنی بر تحلیل رفتار مشتری. میتونم بیام بر اساس سطوح مختلف امتیازی آفرم رو تعریف کنم. مثلا کمپینی تعریف کنم برای مشتریای طلاییم، کمپینی تعریف کنم برای مشتریهای 5 ستارم، حالا بر اساس نامگذاری که خودتون انجام دادید. میتونم بیام بر اساس گروه‌های کالایی مختلف آفرم رو تعریف بکنم. مثال زدم، یه سالن زیبایی برای مشتریایی که از لاین ناخن استفاده کردن ولی از لاین مژه استفاده نکردن، میخواد بیاد یه کمپین یا آفر تعریف کنه. یا مثلا من یه فروشگاه عینک دارم، میخوام یه کمپینی تعریف کنم فقط رو برند خاصی از عینک آفتابین. پس من میتونم آفرها و گروه‌های در واقع آفرها و کمپین هامو روی گروه های مختلف کالایی ببندم. میتونم بیام روی گروه های مختلف مشتریانم آفر و کمپین تعریف کنم. من میخوام فقط برای مشتری های اصفهان آفر تعریف کنم. به تجربه به این نتیجه رسیدم که از هر شهری از من خرید کنن 10% کافیه برای اینکه تشویق بشن، یا 10% شارژ کیف پول کافیه برای اینکه تشویق بشن به خرید دوباره. ولی این همشهریای اصفهانی با 10% ترغیب نمیشن برگردن دوباره خرید کنن. من باید به اینا 20% اعتبار بدم. بنابراین میتونم بیام کمپینا و آفرهامو بر اساس گروه‌های مختلف مشتریانم تعریف بکنم. میتونم یه سری آفر رو در واقع کمپین بر اساس گروه‌های مختلف کارتم تعریف کنم، یا تو بازه‌های زمانی مختلف مثل تاریخ تولد، تاریخ ازدواج،
بلک فرایدی که اتفاقا الان تو ایامش هستیم، شب یلدا، عید نوروز، به صورت مناسبتی تو بازه های زمانی مختلف من بیام کمپین ها و آفرهای مختلف رو طراحی کنم و پیشنهادش رو برای مشتریام ارسال بکنم. حالا خیلی از کسب و کارها در واقع به صورت فصلی کار میکنن، محصولات آت آف سیزنشون رو میارن تو کمپین ها و آفرهاشون و در قالب سیستم های وفاداری این رو به مشتریاشون اطلاع رسانی میکنن. من میتونم بیام آفرها و کمپین های ترکیبی و پیشرفته طراحی کنم. مثل چی؟ مثل ترکیبی از همه مواردی که الان با هم دیدیم. من یه دونش رو مثال بزنم. مثلا میام تو قسمت کمپین ها و آفرها و اینجا میخوام یه آفر ترکیبی تعریف بکنم. خب مثلا میخوام یه آفر تعریف کنم برای بلک فرایدی، اما آفر بلک فرایدی هم میخوام کاستومایز شده باشه. یعنی چی؟ یعنی من میخوام برای مشتریای 5 ستاره‌ای که اومدن از محصولات مراقبت پوست من خرید کردن، میخوام از بلک فرایدی استفاده دو جانبه بکنم. به مشتریای 5 ستاره‌ای که از محصولات مراقبت پوست من خرید کردن و اتفاقاً بیشتر از 10 بار خرید کردن ولی از آخرین مراجعهشون بیشتر از 6 ماه میگذره و خریدی نکردن، جداگانه اطلاع رسانی کنم به بهانه بلک فرایدی و به اینا بگم که اگر مثلا از امروز تا 3 روز دیگه بیاین از ما خرید کنید، و مثلا از محصولات مراقبت پوستی که قبلا خرید کردید خرید بکنید، یا نه از هر محصول ما که بیاین خرید بکنید و خریدتون بیشتر از 2 میلیون تومان بشه، من حاضرم به شما به مناسبت بلک فرایدی، حالا شد 20 میلیون، به مناسبت بلک فرایدی بیام بهتون 70% اعتبار بیشتر بدم یا بیام بهتون 70% تخفیف بیشتر بدم. یه چیزی که باید بهش دقت کنید اینه که 80% کسب و کارهایی که الان میبینید دارن برای بلک فرایدی کمپین تعریف میکنن و به مشتری ها اطلاع رسانی میکنن، کمپیناشون هدفمند نیست، چون ابزاری ندارن که کمپین های هدفمند تعریف بکنن. یه SMS میده به همه مشتری ها، حالا مهم نیست این مشتری یه بار ازش خرید کرده یا 30 بار خرید کرده. یه استوری میره تو سوشال مدیا برای همه مشتری ها، باز براش مهم نیست که این مشتری از کدوم گروه محصولش خرید کرده، از کدوم گروه محصول خرید نکرده، مشتری چند ستارهشه، این مشتری چقدر ارزش داره به همه مشتری ها این آفر رو اطلاع رسانی میکنه. ولی من وقتی یه برنامه وفاداری کامل دارم، میتونم کاملا هدفمند برای مشتری اینستاگرامم یه آفر تعریف کنم، برای مشتری حضوریم یه آفر تعریف کنم، برای مشتری وبسایتم یه آفر یا کمپین دیگه تعریف کنم. من میتونم بر اساس گروه کارت برای مشتریایی که تو فلان نمایشگاه از من کارت گرفتن و عضو شدن یه کمپین و آفر جداگانه تعریف کنم. برای سطوح مختلف مشتریم میتونم آفرهای مختلف تعریف کنم. بر اساس تحلیل رفتار مشتریم میتونم کمپین‌ها و پیشنهادهای مختلف طراحی کنم. این که عرض کردم خدمتتون که سیستم‌های وفاداری کسب و کار رو هوشمند، هدفمند و قانونمند میکنه، دقیقاً منظورم همین بود. این که به شما این قدرت رو میده که از مشتری‌های 5 ستاره‌تون در قالب بلک فرایدی به صورت ویژه قدردانی کنید تا مشتری‌های 1 ستاره. برای مشتری که یک بار خرید کرده دیگه خرید نکرده یه آفر جذاب طراحی کنید که به بهانه بلک فرایدی یه بار دیگه برگرده و از شما خرید بکنه. پس وقتی ما داریم راجع به آفرهای ترکیبی صحبت میکنیم، منظورمون این هست که من انواع مختلف در واقع پارامترها رو با هم ترکیب کنم، مثل تحلیل رفتار مشتری، سطح مشتری، گروه کالاییش، گروهی که مشتری توش عضوه، و بیام اون کمپین و آفرم رو طراحی کنم و به مشتریای هدفم
اطلاع رسانی بکنم که حالا خیلی راحت شما میتونید اینجا تشخیص بدید که این آفری که طراحی کردید شامل حال کدوم مشتری ها میشه. مثلا من میخوام ببینم مثلا من چند تا مشتری 5 ستاره دارم. خب مشتری 5 ستاره مشتریه که توی تاپ ترین لول منه. چند تا مشتری 5 ستاره دارم که بیشتر از 10 بار از من خرید کردن ولی الان 6 ماه نیومدن از من خرید کنن. سیستم میاد حساب میکنه که تعداد این مشتری ها چند تاست. 23 تا مشتری تاپ از دست رفته دارم که ما به اینا میگیم چمپیون لاست، قهرمانان از دست رفته کسب و کار من بودن که من اگر بیام مثلا توی تحلیل رفتار مشتری ها میتونم این مشتری ها رو حتی شناسایی بکنم. یعنی بیام بگم که تمام مشتری های 5 ستاره ای رو به من نشون بده و تحلیل رفتارشون. من میخوام ببینم از آخرین خرید مشتری های 5 ستارم چقدر داره میگذره و اصلا میخوام با اینا تماس تلفنی بگیرم چون اینا مشتری های خیلی با ارزش منن. سیستم میاد اول از بین 10,000 تا مشتری 30,000 تا مشتری های 5 ستاره شما رو در میاره. من 223 تا مشتری 5 ستاره دارم توی 10,000 نفر و مشتری ها رو بر اساس آخرین مراجعهشون مرتب میکنم. میخوام ببینم مشتری از دست رفتم کیه. سوالی دارین تا اینجا تا گزارشمون لود شه؟ خب نگاه کنید، مشتری اول من 34 بار خرید کرده، 37 بار خرید کرده، به صورت میانگین 34 روز یک بار مراجعه میکرده، 21 میلیون تو کسب و کار من خرج کرده، اما 1144 روزه نیومده. یادتونه گفتم این کسب و کاریه که تقریبا 3 ساله داره فعالیت میکنه و دیتاشو از 3 سال قبل توی سیستم وارد کرده. برای این مشتری 3 تا اتفاق ممکنه افتاده باشه. این مشتری یا فوت کرده، یا از ایران رفته، یا از اون شهر رفته، یا داره از رقیب من خرید میکنه. و برای من خیلی مهمه چون این مشتری جزو اون مشتریایی بوده که همون 80% فروش منو داره رقم میزنه و 80% فروش من اتفاقا از همین مشتریای 5 ستاره است. پس من باید بتونم ارتباط بگیرم با این مشتری‌ها و بهشون پیشنهاد بدم. این مشتری 60 بار خرید کرده، 44 میلیون تو این بیزینس خرج کرده، متوسط تو اون 60 بار خریدش 33 روز یه بار می اومده ولی الان 394 روز ازش خبری نیست. پس من باید بتونم برای این مشتری‌ها کمپین‌ها و آفرهای ویژه‌ای طراحی کنم، بهشون اطلاع رسانی کنم و حتی اگر شده ضرر بدم یه کاری کنم این مشتری دوباره برگرده و از من خرید بکنه. خیلی وقتا زمانی که مشتری برمیگرده و خرید میکنه تازه علت نیومدنش یا علت قهر کردنش با کسب و کار شما مشخص میشه که حالا تو ابزارهایی مثل هپی کال یا نظرسنجی بهش میرسیم و بهش اشاره میکنیم. یکی دیگه از مدل های کمپینی که من میتونم تعریف کنم تارگت ها و قله های هدفه. خب پس شما کمپین ها و آفرهاتون رو طراحی میکنید، مدل اطلاع رسانیتون به مشتری ها رو مشخص میکنید، متن پیامکاتون رو تنظیم میکنید و اینها رو برای مشتری های مختلفتون ارسال میکنید و بعدا میتونید گزارش بگیرین که هر کمپین یا آفری که طراحی کردین چه اثرگذاری داشته. اما کمپین هایی که مبتنی بر قله های هدف و تارگت ها هستن، تا الان هر در واقع کمپینی که راجع بهش صحبت کردیم روی خرید اتفاق می افتاد ولی تارگت ها و قله های هدف روی خرید اتفاق نمی افتن. باز از اون پیشنهادهای لاین ترم یا بلند مدته. مثلا من به مشتریان میگم اگر بتونید در طول 3 ماه بیشتر از 5 بار از من خرید کنید و جمع خریدتون بیشتر از 5 میلیون تومان بشه، من 5 میلیون تومان بهتون اعتبار هدیه میدم، 3 میلیون تومان بهشون اعتبار هدیه میدم. در واقع دارم یه هدف میذارم برای مشتری و مشتری با یه دونه 2 تا خرید به اون هدف نمیرسه. مشتری حتما باید ظرف 3 ماه 5 بار از من خرید کنه و خریدش بیشتر از 5 میلیون بشه تا سیستم وفاداری من به صورت اتوماتیک کارتش رو 3 میلیون تومان شارژ کنه و بهش اطلاع رسانی کنه که چون شما به فلان هدف رسیدید تو سیستم وفاداری برند ما، کارت باشگاه مشتریان شما 3 میلیون تومان شارژ شد. حالا همونجور که صحبت کردیم ما 7 مدل پاداش داریم. من اون پاداشی که در ازای رسیدن مشتری به این هدف میتونم بهش بدم میتونه یه هدیه
غیر نقدی باشه، میتونه شارژ کیف پولش باشه، میتونه امتیاز باشه، میتونه حتی سکه باشه که حالا سکه تو بحث گیمیفیکیشن و بازی ها خیلی کاربرد داره. کدومش درسته؟ برمیگردیم به چرخه‌ای که اولش صحبت کردیم. مهم اینه که من با کدوم پرسونای مخاطبم دارم حرف میزنم. من دارم یه چیزی طراحی میکنم برای نسل زد، یا یه چیزی دارم طراحی میکنم برای قشر میان سال، دارم برای یه قشر مرفه این کار رو انجام میدم، این قله رو میذارم، یا دارم برای یه دهک اقتصادی متوسط این رو طراحی میکنم. پس با توجه به اینکه پرسونای مخاطب من چیه، من تصمیم میگیرم که پاداشم چی باشه، هدیه غیر نقدی باشه، شارژ کیف پول باشه، امتیاز باشه یا سکه. اما هدایای غیر نقدی یکی دیگه از انواع هدایاست. ممکنه من بگم آقا اگر به فلان تارگت رسیدی من یه تور مشهد بهت میدم. حالا ممکنه اصلا کسب و کار من در رابطه با خدمات مسافرتی نباشه، ممکنه من یه سالن زیبایی باشم. پس من میتوانم هدایای نقدی از جنس کسب و کار خودم طراحی کنم، میتونم هدایای غیر نقدی غیر از جنس کسب و کار خودم برای مشتریم در نظر بگیرم. طبیعتا یه شرکت بیمه نمیتونه از جنس کسب و کار خودش هدیه برای مشتری در نظر بگیره. میخواد چی بگه؟ بگه ماشین تو اگر بیای بیمه کنی و ظرف یه سال 3 تا بیمه نامه از من بگیری، من یه بیمه نامه شخص ثالث رایگان بهت میدم. نمیتونه اینو بگه به مشتری، ولی میتونه بگه یه تور مشهد بهت میدم، میتونه بگه یه تور کیش بهت میدم. پس من میتونم هدایای غیر نقدیمو بیام تعریف کنم و به مشتری بگم اگر به فلان تارگت رسیدی میتونی از این هدیه غیر نقدی استفاده بکنی. یکی دیگه از ابزارها سیستم گیمیفیکیشنه. این گیمیفیکیشن میتونه گردونه شانس باشه، میتونه تاس باشه، میتونه جکپات باشه، میتونه میستری باکس باشه، میتونه بازی کلمات باشه. هر کسب و کار با توجه به شناختی که از مشتریای خودش داره میتونه یه سیستم گیمیفیکیشن جذاب طراحی کنه و به مشتریش بگه که توی بازی من میتونی شرکت کنی، یه هدیه‌ای برنده بشی و از این هدیه میتونی توی کسب و کار من استفاده کنی. باز این هدیه در واقع پاداشی که من توی گیمیفیکیشن برای مشتریام در نظر میگیرم میتواند کد تخفیف یا ووچر باشه، میتواند سکه باشه، میتونه اعتبار نقدی باشه، اعتبار غیر نقدی باشه، یا هدیه غیر نقدی باشه، یا امتیاز باشه. پس من از هر کدوم از اون پاداش ها میتونم توی سیستم گیمیفیکیشنم استفاده بکنم. اما اگه دقت کنید، ما وقتی که از ابزارهای مختلف، تکنیک‌های مختلف برای اهداف مختلف و پاداش‌های مختلف استفاده می‌کنیم، به یه چرخه میرسیم، یه چرخه‌ای از پاداش‌های متفاوت که مشتری با این چرخه‌ها با این در واقع پاداش‌ها درگیره. مشتری من ممکنه بیاد خرید بکنه، در ازای خرید تخفیف بگیره، یا کیف پولش شارژ بشه، یا یه سکه بگیره که از این سکه توی بازی شرکت بکنه. یعنی در ازای خرید 10 تا سکه بگیره، از اون 10 تا سکه استفاده کنه، بیاد گردونه شانس رو بچرخونه. باز وقتی گردونه شانس رو میچرخونه یه جایزه‌ای میگیره که خود این جایزه ممکنه دوباره سکه باشه، ممکنه هدیه غیر نقدی باشه، ممکنه کد تخفیف باشه، ممکنه امتیاز باشه که امتیاز سطح مشتری رو میبره بالا، ممکنه کد تخفیف باشه که باهاش میتونه بیاد از من خرید بکنه، ممکنه یه هدیه غیر نقدی باشه، یه اشانتیون باشه، بگم شما خرید کردید، 10 تا سکه گرفتین، گردونه شانس منو چرخوندید، تو گردونه شانس من یه پک اشانتیون برنده شدید و من این پک اشانتیون رو براتون ارسال میکنم. پس این هنر اون ادمین سیستم های وفاداری، کارشناس مارکتینگه که از ابزارهای مختلف، پاداشهای مختلف، با چه توالی برای کدوم سگمنت از مشتری ها با چه هدفی استفاده بکنه تا مشتری درگیر کسب و کار و برند بماند. اگه خاطرتون باشه گفتیم که یکی از اهداف سیستم های وفاداری بحث برندینگ و محبوبیت برنده. ما تجربه شیرین بانیمود رو داشتیم که بانیمود بازی طراحی کرد به اسم تاس و بخت بر اساس بازی تاج و تخت یا گیم آف ترونز که مشتری می اومد تاس میریخت، متناسب با عدد تاسش یه سری جعبه رو باز میکرد. توی این جعبه ها یا کد تخفیف بود یا
هدیه غیر نقدی بود یا امتیاز بود. و یه اتفاق خیلی خوبی که براش افتاد، ظرف یه مدت خیلی کوتاهی نزدیک به 50,000 لید فقط توی اینستاگرام جذب کرد. یعنی تقریبا تعداد فالوورش از 160-170 تا رسید به نزدیک 250,000 تا فالوور. و چیزی که خیلی مهمه اینه که بدونید که سیستم های وفاداری چیز دور از دسترسی نیست. ببینید من مخصوصا خیلی نمیرم روی نرم افزار و سعی میکنم روی اسلاید ها صحبت بکنم، به خاطر اینکه همون تاسی که وقتی شما میری یه کافه میگه تاس بریز اگه جفت شیشه آوردی 50% تخفیف داری، خود اون گیمیفیکیشن و سیستم وفاداریه. یه کسب و کار کوچیک میتونه با یه فایل اکسل سیستم وفاداریشو راه بندازه و شروع بکنه. بنابراین الزاماً سیستم وفاداری نباید سیستم خیلی پیچیده‌ای باشه. ما همیشه تو سیستم وفاداری میگیم سیستم وفاداری یه پروسه حداقل 1 ساله و قدم به قدمه. پس خیلی مهمه که استراتژی رو چجوری بچینید، نقطه آغازتون، مراحل راه اندازی و قدم‌های شما مشخص باشه. خب چقدر تایم داریم؟ 10 دقیقه تایم داریم. من فقط یه کوتاه بگم، چون من همیشه گفتم وقت کم میارم. ما برای تمام دوستانی که توی وبینار شرکت کردن یه لینک نظرسنجی میفرستیم. عزیزانی که زحمت میکشن لینک نظرسنجی رو تکمیل میکنن و برای ما میفرستن، ما بینشون قرعه کشی میکنیم. و چون مصادف شده وبینار امروز با بلک فرایدی، یه هدیه غیر نقدی 10 میلیون تومانی داریم از جنس لایسنس باشگاه مشتریان که تقدیم یه عزیز میکنیم. اینو بگم چون اگه وقت کم آوردم میترسم فراموش کنم که بگم. پس من تو چرخه پاداش هام اعتبار رو دارم، تخفیف رو دارم، کد تخفیف، هدیه نقدی، غیر نقدی، امتیاز و سکه. ماژول قرعه کشی رو دارم، یه ماژول خیلی جذابه. من یه مقدار سرعتمو بیشتر کنم که برسیم. یه ماژول خیلی جذابه. معمولا این چالش توی قرعه کشی وجود داره که مشتری میگه پارتی بازی میشه، نمیدونم روی فایل اکسل دارن قرعه کشی میکنن، سیستم قرعه کشی رو مسخره میکنن. ولی یه ماژول قرعه کشی جذاب میتونه به محبوبیت برند من خیلی کمک کنه. باز مخصوصا بیزینس هایی که روی پیج اینستاگرام، در واقع روی اینستاگرام پیج دارن و روی سوشال فعالیت دارن. هپی کال و نظرسنجی از مشتری ها خیلی مهمه. اینکه اپراتور با مشتری تماس بگیره و ازش نظرسنجی کنه. خب کال سنتر ما 4 گروهه که با سالن‌های زیبایی، مراکز مراقبت و کلینیک‌ها، مراکز خرید و فروشگاه جداگانه، کافه ها و رستوران ها و مراکز خدماتی تماس میگیره و نظرات رو ثبت میکنه. حالا من یه کیس ریل هم بخوام بهتون نشون بدم، این هست که با 1500 تا از مشتری‌ها تماس گرفته شده، 980 تا نظر ثبت شده و خیلی از باگ‌های کسب و کار تو همین پیشنهادات و انتقادات در میاد که مشتری نظرش رو میاد عنوان میکنه. حالا این نظرات ممکنه انتقاد باشه، ممکنه مثلا این مشتری گفته سری آخر واسه پامون رفتیم، پای من و خواهرم قارچ زد، به سمیرا جون گفتم انگار نه انگار، یه عذرخواهی هم از ما نکردن. ببین خیلی مهمه، چون یه سالن زیبایی مثلا 30 تا پرسنل داره، 40 تا پرسنل داره و هیچ وقت نمیتونه رو کار تک تک پرسنلشون نظارت کنه. ولی وقتی یه کال سنتری هست که ما مشتری تماس میگیره و نظرسنجی میکنه، تازه سر درد و دل مشتری باز میشه و نظر واقعی خودشو میگه. خب ممکنه یک کسب و کاری بگه من اپراتور خودم یا کال سنتر خودم میخواد با مشتری تماس بگیره. شما 6 تا سوال 4 گزینه‌ای میتونید طراحی بکنید. لیست مشتریایی که باید باهاشون تماس گرفته بشه نمایش داده میشه به اپراتور. اپراتور نتیجه تماس ها رو ثبت میکنه و شما گزارش ها و در واقع نتایج تحلیلی رو میتونید روی پنل خودتون ببینید. نظرسنجی تو شبکه‌های اجتماعی، خیلی از کسب و کارها اصلا آنلاینن، مشتری رو نمیبینن و دوست دارن اتوماتیک بعد از اینکه مشتری خرید میکنه برای مشتری لینک نظرسنجی ارسال بشه. خیلی به در واقع کسب و کارهای فضای سوشال توی اعتبار دادن به اون کسب و کار کمک میکنه. طبیعتاً وقتی که من از یه پیج اینستاگرامی خرید میکنم هیچ شناختی ازش ندارم که این پیج اینستاگرامی تهرانه یا توی شهرستان یا توی ده داره در واقع با من صحبت میکنه. ولی وقتی این
کسب و کار منو عضو میکنه، برای من یه اسمس عضویت میاد، برای من شارژ کیف پول میاد، برای من اسمس نظرسنجی میاد، طبیعتا من به اون کسب و کار خیلی بیشتر از قبل اعتماد میکنم و اطمینان میکنم. عرضم به خدمت گروه های کارت که شما میتونید گروه های مختلف کارت داشته باشید. تو فضای در واقع فیزیکی خیلی کاربرد داره، تو نمایشگاه خیلی کاربرد داره، اینکه من بازخورد بگیرم که هر نمایشگاه چه فیدبکی برای من داشته، و اپلیکیشن ویژه مشتریان که من ناحیه‌ای رو داشته باشم که در ازای تکمیل پروفایلم به مشتریم بتونم اعتبار هدیه بدم، مشتریامو تشویق کنم نظراتشون رو به من بگن، سلیقه هاشون رو به من بگن، علاقمندی رو به من بگن، اطلاعاتشون رو کامل کنن. شاید من نرسم موقعی که دارم مشتری رو عضو میکنم تاریخ تولد و تاریخ ازدواج و نمیدونم جنسیت و اینا رو تکمیل کنم، ولی میتونم به مشتری بگم اگه پروفایلتو کامل بکنی 20,000 تومان اعتبار هدیه میگیری، 500 امتیاز میگیری، و مشتری رو تشویق کنم که بیاد و اطلاعاتش رو کامل کنه که بعداً بتونم از این اطلاعات استفاده کنم. هممون تجربه اینو داشتیم که الان دیگه اسمس تبریک تولد بانک برامون خیلی جذاب نیست، ولی خیلی از کسب و کارها که برای مشتریشون اسمس تبریک تولد میفرستن هنوز برای مشتری جذابیت داره، مخصوصا اینکه یه اعتبار هدیه تولد به مشتری بدن و مشتری از اون اعتبار هدیه بتونه استفاده کنه. پس مهمه که من در قالب یه اپلیکیشن بتونم با مشتریانم ارتباط برقرار بکنم. و نهایتاً مدل برقراری ارتباط من با مشتری هاست این که من بتونم به محض عضو شدن مشتری براش اسمس بفرستم، خرید مشتری که انجام میشه اسمس تراکنش براش بره، آفرها و کمپینا بهش اطلاع رسانی بشه، تبریک تولد اتوماتیک براش ارسال بشه، انقضای اعتبار به مشتری یادآوری بشه. خیلی از مشتریان میان بیزینس میگه که ببخشید اعتبارتون منقضی شده و مشتری شاکی میشه که چرا به من نگفتید که این اعتبار منقضی شده، من نمیدونستم. امتیاز و سطح مشتری بهش یادآوری بشه. و نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که این اسمسی که برای مشتری ارسال میشه حتما آنی باشه، یعنی همون موقع برای مشتری ارسال بشه و من مطمئن باشم که به مشتری دلیور میشه، دلیوری 100% باشه. اصطلاحاً پنل های پیامک خدماتی این کار رو میکنن، یعنی ارسالاشون آنیه و دلیوریشون 100%. و در رابطه با پیامک تبلیغاتی هم همینطور، من بتونم اطلاع رسانی انبوه به مشتریام داشته باشم و جشنواره ها، کمپین ها، آفرهای مختلف رو به مشتریام اطلاع رسانی بکنم. در واقع پنل های تبلیغاتی هم معمولا نرخ دلیوریشون 40-50%، مگر اینکه مجموعه‌ای مثل ما اومده از یه پنل خدماتی به عنوان در واقع پیامک تبلیغاتی استفاده کرده و نرخ ارسال رو به نزدیک 90% رسونده. خیلی از کسب و کارها دوست دارن یه محیطی غیر از فضای سوشال یا پیام رسان‌ها داشته باشن که با مشتریشون چت کنن، یه محیط درون برنامه‌ای، مشتری براشون پیام بفرسته، جوابشو بدن، محصول جدید میرسه به اون مشتریای خاص یا وی آی پی شون در قالب ارسال پیام روی اپلیکیشن اطلاع رسانی کنن. یکی دیگه از ابزارهای کاربردی صندوق پیامه که شما میتونید روی اپلیکیشن داشته باشید. خیلی از کسب و کارها مثل سالن‌های زیبایی، مثل رستوران‌ها، کافه‌ها، سیستم نوبت‌دهی براشون خیلی با ارزشه. این مشتری بتونه مشتری وی آی پی من هر زمانی که خواست روی سیستم نوبت‌دهی من نوبت بگیره، میز رزرو کنه و مراجعه کنه و از خدمات من استفاده کنه. خیلی از کسب و کارها ثبت مراجعه مشتری براشون مهمه. این که مثلا میگم یه دونه مؤسسه زبان میگه مشتری یک بار میاد و یه دوره 20 جلسه‌ای ثبت نام میکنه یا یه 10 جلسه میاد استخر میگیره، ولی برای من مهمه که من ببینم که این مشتری چند بار اومده، تو چه فواصل زمانی اومده، چه روزایی اومده، چه ساعتایی اومده و من از این اطلاعات بتونم استفاده کنم برای اینکه خدمات بهتری به مشتریای خودم بدم. طبیعتا یکی دیگه از اهداف باشگاه مشتریان بررسی عملکرد پرسنله که من بدونم که هر پرسنلم چند نفر رو عضو کرده، چقدر تراکنش زده، حتی تو سیستم پورساندهی به پرسنل من بیام پرسنلم رو تشویق کنم که در ازای معرفی مشتری جدید به من حاضرم به شما پورسانت بدم. میزان رضایت مشتری از هر پرسنل چقدره، اینکه بتونم راندمان پرسنلم رو ببرم بالاتر، تعداد مشتری که پرسنلم عضو کرده، خریدهایی که ثبت کرده، ببینم کدوم پرسنلم فعالتر بوده، مخصوصا برای بیزینس هایی که نیروی فروش زیاد دارن.
و در نهایت یه کاری کنم که مشتری خودش بیاد خرید خودش رو ثبت کنه. بیزینس هایی هستن که مستقیما با مشتری در ارتباط نیستن، عامل فروش دارن، نمایندگی دارن، مسئول پخش دارن و خیلی دوست دارن که با اینکه ارتباط مستقیم با مشتری ندارن، یعنی جنسشون توسط واسطه داره به مشتری نهایی یا مصرف کننده میرسه، ولی اون مشتری نهایی بیاد و خرید خودش رو ثبت کنه و در ازای خرید خودش پاداش بگیره و درگیر سیستم وفاداری اون برند یا اون بیزینس بشه. که راهکارهای مبتنی بر این تو سیستم‌های وفاداری وجود داره که مشتری مصرف کننده نهایی یا اند یوزر خودش بیاد در واقع خرید خودش رو ثبت کنه. خیلی مهمه که سیستم وفاداری من از طریق وب سرویس یا API با دیتابیس های مختلف ارتباط برقرار کنه. من بتونم به CRM خودم وصلش کنم، به سیستم حسابداریم وصلش کنم، به وبسایتم وصلش کنم، به اپلیکیشن های مختلف وصلش کنم یا به استندهای تعاملی بیام وصلش کنم. در نهایت 6 و 29 دقیقه است دیگه، با هر ضرب و زوری بود وبینار رو رسوندیم تا 1 ساعت و نیم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. ما کانال تلگرام داریم، از کانال تلگرام میتونید با ما در ارتباط باشین، لینک نظرسنجی براتون ارسال میشه. من خیلی خوشحال میشم که اول از همه انتقاداتتون رو بشنوم، با جون و دل این انتقادات رو میخونم. پیشنهادی اگر دارید تا وبینارهای دیگه با چه موضوعی برگزار بشه، حتما تو اون قسمتی که مربوط به ثبت نظر پیشنهادتون رو بگین و اگر هم لطفی به بنده داشتین منت سر من گذاشتید. سوالی اگر دارید بفرمایید که من در خدمتتون باشم. ببینید، در رابطه با کسب و کارهای کوچیک که نمیتونن متخصص استراتژی بگیرن، ما یکی از شرکت هایی هستیم که آکادمی داریم و رایگان و بی‌منت داریم خیلی از این استراتژی ها رو تو کانال تلگراممون میذاریم، داریم روی وبسایتمون میذاریم. حتی شده خیلی هامون در واقع کارشناسان کسب و کاری داریم که دارن با مشتری ها با کسب و کارها تماس میگیرن بدون اینکه اونا بخوان و بهشون پیشنهاد میدیم. نگران این قضیه نباشید واقعا که به عنوان یک کسب و کار کوچیک نتونید استراتژی رو بچینید، چون قدم‌های اول باشگاه مشتریان قدم‌های به شدت تاثیرگذاریه. من به شما اطمینان میدم که همین که شما مشتری رو عضو کنید، خرید مشتری رو ثبت کنید و یه درصدی توی کیف پولش کشبک بکنید، حداقل فروش شما رو 15% تا 25% افزایش میده، سود شما رو افزایش میده. یه راهکار خیلی ساده است که خیلی راحت تو جلسات مشاوره و استراتژی ما راهکارش در میاد با توجه به کسب و کار خودتون. بنابراین نگران استراتژی نباشید. ما بزرگوارانی رو داریم باشون کار میکنیم که مشاور کسب و کار هستند و افتخارمون این هست که کارمون فروش نرم افزار نیست. افتخارمون این هست که ما راهکار رو در کنار ابزار داریم ارائه میکنیم و هدف اولمون این هست که کسب و کار نتیجه بگیره. یکی از دلایلی که افتخار میکنیم که بالای 90% نرخ تمدید لایسنس داریم همین هست که واقعا کسب و کار از راه اندازی سیستم های وفاداری خودش نتیجه بگیره و ما کیف کنیم، لذت ببریم.